بدم همتونم شب 10-300 دعوتین تو منازلتون، جای قول ندین. آره من یک لحظه میخوام دعوت کنم آقای عباسی بیاد روی صحنه. از اول برنامه نمیدونم به چی میخنده اونجا، بعدش دست قشنگ بزن. حسن آقا، حسن آقا چند لحظه بیا. Hey you, ladies and gentlemen, sono in il good afternoon and it's in the morning to strong the basuri. From the words from the Hasan. Well, let's start Ramadan. Hasan Abbasi. چرت و پرت گفتم همش. بیا آقای عباس. یکی از رفقاش زنگ زده 115 میگه آقا یه پلیس 110 بفرستین باقیش هم آدانس بدین بیاد. یه در 42 10-14 جناب ریوندی سلام عرض میکنم خدمت همگی همکاران عزیزم. فراوان به زحمت توفیق خدمت خواستم، دل گفت چه توفیقی از این بهتر که خلق را بخندم. این حرفا رو زدی که بهت گیر ندم، درسته؟ مرتبه اولی که آقای ریوندی اومدن اورژانس، یک برق عجیبی در چشمانشان بود و اون برق ما رو گرفت و از اون روزه ما عاشق و شیفتش شدیم و امروز هم که در خدمتشون هستیم. البته صداشون صدای خوبی نیست. اناری چی اینا میخونی آخه؟ صداست مهندس ببین. من یه شعری خودم در کردم، من براتون بخونم، بعد شما با تشویقاتون باید قضاوت کنید. یکی از ما دو نفر رو باید دو تا حسن، زین حسن تا آن حسن اینجا ست میکنه. چند گز رسن؟ 100 گز رسن. 100 گز رسن. همین حسن به من قضاوت با شماست. همین حسن به من میگفت حسن ما سالهاست فال حافظ میگیریم، غافلی از این که حافظ خودش فال قهوه میگرفت. و سندش هم اونجاست که میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم. تو پیاله همون قهوه میخوردن، تو پیاله موقع فنجون نبود. بگو شعرتو بخون. از کجا کلاس چندم؟ کلاس اوله دیگه. کلاس اوله. شعرتو بخون. اورژانسی قهرمان، اورژانسی قهرمان، حامی جان انسان، همیشه زنده باشی، دائم باشی جاویدان. در سرما و در گرما، در 41 فراوان، الهی سالم باشی در پرتو آن یزدان. با هم با افتخار میگویم من یک اورژانسی هستم. 10-10-10-14-14 10-96 هستم. همیشه زنده باشید، دائم پاینده باشید. وضعیت رو 10-70 کردی حسن جان. عرضم به حضورت که بله درسته. من عاشق مردای نجیبم مثل حسن. شرافت داره، نجابت داره، انقدر نجیبه که تو خیابون داره راه میره، زیباترین زن دنیا رو میبینه، سرش رو میندازه پایین، میگه میرم جلوتر شاید یه خوشگلترش رو دیدم. دوستش دارم مرد نجیب. تازه شروع شده. همین حسن من حسن گفت حسن خطرناک حسن گفت اگر روزی یه جایی دیدی که یه خانومی دهنش رو بیش از حد اندازه باز کرده که قیافش خیلی وحشتناک به نظر میرسه، نترس، خوف نکن، اون با تو کاری نداره، اون داره ریمیل میزنه. کجا دیدی حسنی به من نگاه نکن، لپتو دنجوری تو بال نکن. اینقدر حسن آقا آدم شجاعیه، من تحسین میکنم. من آدم به این دلیری و شجاعت در زندگیم ندیدم، اما متاسفانه که از رفقاش به شدت بزدل و ترسو. من خجالت میکشم مرد اینقدر ترسو. خیلی عذر میخوام، خونه خودش تو دستشویی بود یهو برقا رفت، آقا اینم ترسو شروع کرد جیغ و داد. خانومش اومد گفت چته؟ یه برق رفته. گفت برق رفته. من فکر کردم انقدر زور زدم کور شدم. چقدر تفاوت بین آدم. شجاعت از
تناز. بفرمایین بالا. خیلی سریع صمیمی میشین، درسته؟ حسن آقا ازت تشکر میکنم که لحظاتی رو در معیتون بودیم روی صحنه. علیرغم همه شوخی‌ها که باهات کردم بهت افتخار میکنم، نه به شما بلکه به همه عزیزان اون در 115 کل کشور که دارن خدمتی صادقانه به مردم عزیز کشورمون میکنن. من متشکرم از شما و زحماتی که برای اورژانس خواهش میکنم. یک مأمور 115 رو دیدم، گفتم که از اینکه کاری پر استرس و خطرناک داری احساس رضایتمندی هم داری و نمیترسی. گفت مرگ هر انسان در پایان زندگی او اتفاق نمیافتد. انسان زمانی میمیرد که دیگر نتواند عشق بورزد و دوست داشته باشد. من به همه مردم کشورم عشق می‌ورزم و دوستش دارم. درود بر شما همه، حسن آقای گل و تمام عزیزانمون که در 115 خدمتی صادقانه میکنن. بهتون افتخار میکنم و خاک پای شما رو سرمه چشمانم میکنم، چرا که به بزرگی گفتن خوشبختی یعنی چی؟ و اون بزرگ گفت خوشبختی یعنی که خداوند انقدر عزیزت کنه که وجودت باعث آرامش دیگران باشه، که هر بار شما به یاری مردم میشتابید در حضورتون تو اون صحنه ها و اون لحظه ها آرامشی عمیق به اون اشخاصی میده که دلهره و استراب داره نابودشون میکنه و داغونشون میکنه. بهتون افتخار میکنم. این شغل شما شغلی است مقدس و حتما خداوند به شما جزای خیر عطا خواهد فرمود. یه دست خیلی قشنگ به افتخار خودتون بزنید حالا که اینقدر باحال. خب دیگه وقتم نیست فکر کنم. آره بعد تموم کنم برنامه رو. محمد آقای هست؟